مثال 97 ریشه مدل رو یاد بگیرن. این مدل رو چه کار میکنه؟ این مدل خطی است. بیاین اول 5 با 4 تقسیم میکنیم، یعنی این به چی تبدیل میشه؟ 53 جمع 9x برابر میشه 572 تقسیم 4. 572 تقسیم 4 رو کار میکنیم. این چی میشه؟ 572 تقسیم 4 این 1 میشه. 4 17 4 16 12 3 با 143 برابر میشه، یعنی 53 جمع 9x برابر 143 میشه. بعد با 53 143 باید طرح کنیم. میشه 53 و 9x برابر میشه به 90 و x برابر 10 میشه. در اینجا 12 نام شد. میشه 12 9. مثال 98 باز هم خیلی مدل است. اکنون این چی معنی داره؟ تقسیم باشه ما این باید ضرب کنیم، یعنی 15x minus 24 برابر است به 392 ضرب 3 باید کنیم. بیاین ضرب کنیم. 392 ضرب 3 این چی می شود؟ 6 7 2 در خاطر 11 و این می شود 15x minus 24 برابر 1176. اکنون 15x برابر می شود 1176 جمع 24 و 15x برابر می شود، این اگر ما جمع رو کنیم این چی می شود؟ 1200. 1200 تقسیم 15 باید کنیم و x برابر می شود. در اینجا چند تا هست؟ 6 80 می شود. برابر 80 می شود. x ما 80 است. مثال نامه مدل را حل میکنیم. باز چی می شود؟ در اینجا ضرب تقسیم باید کنیم. 13x minus 73 برابر میشه 763 تقسیم 7، یعنی 13x minus 73 این تقسیم را ما کنیم چند میشه؟ 109 می شود. 13x برابر میشه 109 جمع 73 و 13x برابر میشه اگر ما اینجا رو 182 می شود. 182 و x برابر چند میشد؟ از اینجا 182 تقسیم 13 تقسیم 13 این 1 میشد 52 14 میشود. مثالی 100 باز مدل است. نیمه در قوس داشته برابر 80. قوس را اگر کشویم چی میشد؟ x جمع 5. در این اگر مینوس باشد این به دیوم قوس به همه اشاره های اعضای دیوم قوس تقسیم میکنه، یعنی مینوس x جمع 6 میشود. اینجا این جمع است یگان چی عوض نمیشه. x جمع 15 برابر 80. بیاین x ها رو ساده کنیم. این چی میشد؟ 3x نه اینجا مینوس x بود، یعنی چی میشد؟ x می خودش میموند x، چون که هر دیگه با دیگر رو اختصار میکنن. 26 میشد عدد ها، یعنی 80 مینوس 26 میشد و این برابر x برابر چند میشد؟ 54. مثال 101 باز قوس رو میکشیم و اشاره دقت میکنیم. اشاره همش پلوس یگان چی عوض نمیشد، یعنی x مینوس 10 جمع x مینوس 40 جمع x مینوس 3 برابر 520 است. از اینجا چی میشد؟ 3x مینوس 80 برابر 520 بعد 3x مینوس 80 به طرف راست میریم این میشود 600 و x ما برابر 200 میشود. مثال 102 قوس رو میکشیم. در اینجا مینوس است، یعنی به اشاره تاثیر میکند. 3x جمع 15 مینوس x جمع 35 مینوس x جمع 50 برابر 250 میشود. از اینجا 3x مینوس 2x x میموند جمع 100 برابر 250 میشود. از اینجا x برابر 150 میشود. مثال 103 جفت عددهایی نگاه کنیم در مدل داشته است x و y. همین x و در اینجا ما می‌بینیم که در x و y است. در اینجا y داشته است مینوس 2. از ما چی می‌خواید؟ x رو یافتم می‌پرسن x به چند برابر است. همین عددها رو در همین مدل میمونیم. این به چی برابر؟ x 0 مونیم. خب اینجا
جمع 6 ضرب مینوس 2 میشود برابر 28 و 5x نو که از ما میپرسد مینوس 12 برابر 28 میشود. 5x به چی برابر میشود؟ به 40 برابر میشود و x برابر 8 میشود. باز به مثال 103 مانند یک نقطه داشته است در همین خط راستی ما تعلق دارد درست میباید، یعنی جای x ما 6 میمونیم، این چی میدارد؟ x و y نقطه ما x رو داشته است، x برابر 6 از ما y رو میپرسد، یعنی 2 ضرب 6 جمع 5 ضرب y برابر 37 میشود. 12 جمع 5 y برابر 37 بعد 5y برابر 25 و y برابر 5 میشود. باز هم خیلی نقطه داشته است در معادله ما درست میباید. نقطه ما x y در اینجا چی داشته است؟ x رو میپرسد از ما، y 3 داشته است و میمونیم 2x مینوس 3 برابر 29 میشود. 2x برابر 32 میشود و x برابر 16 میشود. جفت عددهای 4 و 2 حل معادله اکنون نقطه داشته است، اکنون در معادله درست میباید. در اینجا ما در معادله یک نامعلوم داریم، a روی یافتن رو میخواهم، یعنی جای x ما 4 میمونه، x y نقطه داشته است، در اینجا x برابر 4 است و y برابر 2 است. در معادله اگر مونه a مینوس 1 ضرب 4 مینوس 3 ضرب 2 برابر 26 میشود. قوس رو اگر بشویم 4a مینوس 4 مینوس 6 برابر 26 میشه. 4a مینوس 10 برابر 26، 4a برابر 36 و a برابر 9 میشود. مثال 100 جفت عددها داشتن نقطه ها در اینجا a رو یافتن رو میخوان. در اینجا چی داشته است؟ x برابر مینوس 6 داشته است و y برابر مینوس 3 داشته است. در معادله میمونه مینوس 6 مینوس a مینوس 1 مینوس 3 برابر 15 است. اکنون در اینجا وقت قوس رو میشین باید دقت کنیم، بیایم قدم به قدم رویم. مینوس در قوس نویسیم، مینوس 3a جمع 3 قوس نقش شدیم 15. اکنون که در پس قبل مینوس است به اشاره درون قوس همش تاثیر میکنه. مینوس 6 پلوس 3a مینوس 3 برابر 15 یعنی 3a مینوس 9 برابر 15 می شود. از اینجا 3a برابر 24 و a برابر 8 می شود. مثال 108 باز نقطه داشته است، از اینجا a رو یافتن رو میخوام. x برابر 1 است و y برابر 3 است. a مینوس 1 x ما 1 است مینوس 3 برابر 8. از اینجا قوس رو بکنیم a مینوس 1 مینوس 3 برابر 8 a مینوس 4 برابر 8 و از اینجا a برابر 12 می شود.